گفت یا رسول الله من توشی بسیار ندارم، این نعمت هایی که خدا برای من داده است همه عبادت های من اگر حساب کنیم شکرانی یک نعمتش نمیشه. یک نعمت چشمی که خدا برای شما عزیزان داده است یک چشم میگیره دیگرشون طرف مونده. همین اگر همه طاعتاتانه، همه نمازاتانه، همه روزهاتانه، همه حجاتانه، همه کارهای خیری کردگی تا اگر در ترازو مونند یک شکرانی نعمتی چشم ادا نمیکنند. ببینه خدای مهربان چشم چگونه نازک آفرید، در پهلوش یک گوشتی که میده که پیدا کرد همیشه و آب برآورده مثل چشم تر میکنه دایی که پشت تلپاشکای چشم به حضور رفته بیاد. اگر آب هوای قاق شد این چشم دو کار میبره، تو بار پرده پوشیده چشم خیره